دوستانی عزیز، روز بخیر. من فیروز براتوف هستم از شبکه یوتیوبی توچفر. امروز در برنامه مهمان داریم. مهمانی ما خبرنگار اوزاد عبدالله اشرف است که او نیز مثل من در امریکا زندگی میکند، اما نه در نیویورک بلکه در قسمت فیلادلفیا. خب، خوش آمدید عبدالله برای صحبت و تشکر برای جدا کردن وقتتون. سلام فیروز، تشکر که دعوت کردید. خب دوستان عزیز، منظور صحبت ما این خبری است که اخیرا عبدالله اون در سامانه آزادی نشر کرد. این مربوط به همون خبر است که شاید شما نخوندید، که یک گروه مهاجران تاجیک در بازداشتگاه وینی ایالات لویزیانای امریکا، که این بازداشتگاه رو وین کارکشنال سنتر میگویند، به نشان اعتراض دست به گرسنگی زدند. خب عبدالله، این خبر رو شما آماده کردید و میخواستیم که خودتون مفصلتر شرح دهید که این کدام مهاجران هستند و چرا در بازداشتگاه قرار دارند. تشکر فیروز. از داخل همین بازداشتگاه با من در تماس شدن، من صحبت کردن. باید بگم که بازداشت شده ها در آنجا تلفن موبیلی ندارند، یعنی اونا حقی داشتن تلفن موبیلی رو نداشتن. تنها به هر یک بازداشت شده ماموریت بازداشتگاه 500 دقیقه وقتی گفتگوی تلفنی میداده است، که در آنجا هم تلفن های تیمی که هست، یعنی تلفن های استاسیونری گوییم هست در داخل، و از داخل آنها با همون توسط اون تلفن آنها حق دارند که به رقم های تلقاه زنگ زنند، هم به امریکا و هم به خارج از آن، اما نه بیشتر از 500 دقیقه در یک ماه. و اگر بیشتر از آن، طور من شنیدم، شاید یعنی باید نزدیکان این آدم باید پول دهند و بعد علاقه تلفنی برقرار میشد. خلاصه من با چندی از همین بازداشت شده ها زادگان تاجیکستان که در اونجا نگاهداری میشن صحبت کردم. انیخترش آنها زنگ زدن، چون که امکانیتی از بیرون به آنها زنگ زدن نبوده. آنها به من در تماس شدن و البته هر یک اونها درخواست کمک میکردن که چگونه مثلا حوشه من البته حقوقشناس نیستم یا حقوقی رسانده نمیتونم با آنها، لیکن از احوالشان پرسان شدم. با آنها تصادفاً باز هم نقل کردن که چند روز پیش اونها گرسنه نشینی کردن. این گرسنه نشینی 10 روز و بعضی ها 12 روز حتی ادامه دادند همین گرسنه نشینی رو. اما ماموریت زندان اعتنا نکرده به گفته آنها. البته این تنها گفته آنها است. ما نمیتوانیم به این 100% یعنی این چیز رو 100% به این باور داشته باشیم، چون که ماموریت زندان هنوز تصدیق به رد نکرده این چیز رو. لیکن این گپ رو نه یک نفر بلکه چندین نفر از بازداشته های زادگان تاجیکستان در همین بازداشتگاه گفتند. بنابراین می شود به گپ آنها تا جای تکیه کرد. طور آنها توصیف کردن شرایط داخل بازداشتگاه خیلی توخط فرسا بوده است. آنها همراه جنایتکاران واقعی، آنهایی که در امریکا مثلا زادگان امریکا جنایت کرده و به زندان افتادن، در همراه آنها نگهداری می شدند. تنها همین فرقش همین بوده است که اینها مثلا لباس یا بالاپوشی سبز یا کبود دارند، ولی آنهایی که در امریکا جنایت کرده و به این جرم زندانی شدن، آنها بالاپوشی نارنجی داشتند، یعنی از همین لباس فرق میکرده است. اما شرایط نگهداری، رفتار، برخورد، خورد و خوراک مثل همون جنایتکاران بوده است در داخل، طوری که نقل کردن هموطنان ما. اونها گفتن که وقتهای اخیر، خصوصا چند هفته اخیر، بعضی خوراکدهی ماموریت زندان هم بدتر شده است. من گفتم مثلا چی میدین؟ گفت که اون هم صحبتان من گفتن که تنها لوبیای آبجوش و گاه برنج آبجوش میدین. بعد گفت که یک سببش هم این بوده است که باید بازداشت ها، خصوصا مهاجران، باید به همون صورت حساب ماموریت بازداشتگاه پول گذرانند برای خورد و خوراکشان. اما بسیاری ها پولشان تمام شده است و یا برخی ها عموما گویا سرپیچی میکردن از پول دادن برای
خوراک. بنابراین ماموریت زندان همین خیلی خوراک یک رنگ حالا پیشنهاد میکرده. البته در اونجا نه تنها زادگان کردستان، بسیار از مهاجران هستند از همه گوشه و کنار عالم، هم از امریکای لاتینی، ولی طور همصحبتان من گفتن از کشورهای پسا شوروی، مثلا روسیه، تاجیکستان، ازبکستان هم خیلی مهاجران زیادند. بسیاری از زادگان تاجیکستان که در همین بازداشتگاه هستند حالا، بسیارشان اونها شهروندی روسیه را هم دارند، یعنی دو شهروندی دارند اونها بسیارشان. بنابراین آنها وقتی که شناسنامه روسیه را دارند از روسیه سفر کردن و با شناسنامه روسیه یعنی بدون ویزا بدون روادید اونها میتوانستند که به خاک مکزیک وارد شوند، طور آنها گفتند البته و مکزیک وارد شوند و بنابراین آنها به مکزیک وارد شده از آنجا به امریکا وارد شدند. ولی قسمی یعنی از آنها به همین بازداشتگاهی لوئیزیانا افتادند. ولی باید بگویم که به گفتی همصحبتان ما تقریبا 100 نفر از تاجیکان مهاجران تاجیک در همین بازداشتگاه عین زمان بودند. اما باز هم این یعنی امور دقیق نیست این، بلکه همون به تخمین آنها به حساب آنها تقریبا 100 نفر هستند عین زمان به گفته آنها. تخمینا 100 نفر اخراج شدند یا اینکه تخمینا 100 نفر در بازداشتگاه لوئیزیانا قرار دارند؟ به گفته آنها تقریبا همین قدر، یک به گفته آنها به حد آنها، البته باز هم میگم که این امور رسمی نیست، حجت نیست، تقریبا یک 100 نفر اختیارا اخراج شدند. یعنی به گفته آنها در ضمن مرافعه دادگاهی آنها دیگر که بسیار در همین بازداشتگاه بودند، بعضی ها 5 ماه 6 ماه، حتی نفرانی بودند که 7 ماه در آنجا انتظار همین دادگاه چی هستند و آنها گفتند که بعضی ها که دیگر طاقتشان طاق شد، یعنی کاسه صبرشان لبریز شد و دیدن که شانسی پیروز شدن در دادگاه کم است و آنها نمیتوانند واقعا به پناهندگی نیاز داشتن خود را اثبات کنند. آنها از دادگاه درخواست کردند که اختیارا آنها را اخراج کنند از خاک عبدالله امریکا. و همین نفر 100 نفر تقریبا همین اونایی که هم اختیارا و گویا مجبوری 100 نفر به حد آنها 100 نفر و هم باز 100 نفر دیگر حالا منتظرند در تقریبا 100 نفر دیگر. عجیب. عبدالله، مثلا اونا درباره شیوه گروسنه‌نشینیشون نقل کردند، گفتند که چه خیل گروسنه‌نشینی کردند؟ خب به گفته اونها البته چند نفر از اونها که بیشتر انگلیسی بلد بودن، همونهایی که انگلیسی بلد بودن یعنی به ماموریت زندان اعلام کردن که یعنی ما گروسنه‌نشینی میکنیم، یعنی از خوردن خوراک دست کشیدن به گفته اونها. ولی میگویم نتیجه نداد، هیچ نتیجه نداد و این تقریبا 10 روز دوام کرده است، بعضی ها 12 روز از خوراک دست کشیدن. یعنی اونا گفتن که آب می نوشیدیم یعنی خوراک نمیخوردیم. درست. و خب یک بسیار حالتی حساس است، چون که آنها که بنیتی مراجعت کردن به پناهندگی واردی امریکا شدند، منطقه نمی توانند که از سفارت تاجیکستان در امریکا کمک بپرسند، چون که این بعدا عریضه آنها را برای پناهندگی زیر سوال میبرد. و به فکر شما هدفی مراجعت این شهروندان تاجیکستان به شما چی بود؟ آنها چی کمک رو میخواهند دریافت کنند؟ اساسا چیزی که اونها میخواهند این است که اونها میخواهند که به مثل دیگر از مهاجران تاجیک که مثلا آمدند از خاک مکزیک وارد امریکا شدند و پس از چند روز سپری کردن در بازداشتگاه رها شدند، اینها هم میخواهند که مثل دیگران رها شوند. اساس یعنی درخواست اونها همین است که اگر نمیدونم جمعیتی تاجیکان یا که نمیدونم حقوق شناسان، حامیان حقوق
ягон кӯмаке карда бошанд ки ба онҳо ҳам мисли дигарон иҷозат дода шавад ки ба озодӣ баромада баъдан барои дифоъ кардани парвандаи худ гӯем дар додгоҳ камари ҳиммат банданд. ман ҳаминҷа мехоҳам зикр кунам ки фарқи қисмати ин муҳоҷирон аз дигарон чист. ин гуна боздоштгоҳҳо тавре шумо ҳам албатта огоҳ ҳастед ки на танҳо дар айолати луизиана, дар Калифорния ки аз он ҷо бештар мегузаранд муҳоҷирон, дар айолати Техас, дар дигар айолотҳо ҳам чунин боздоштгоҳҳо ҳастанд. аммо тавре ҳамсуҳбатони ман гуфтанд, баъзе ҳомиёни ҳуқуқ гуфтанд, таҷриба ин будааст ки аз дигар боздоштгоҳҳои дигар айолатҳо, хусусан Калифорния, Техас, дигар айолатҳо, онҳо мисли ин айолат зиёд муҳоҷиронро нигоҳ намедоранд дар дохил. масалан, агар муҳоҷир ягон сарпараст ёбад, ё ягон шахси кафил ёбад, ё ин ки тавонад ки як бонд, ёне ки гаравпулӣ пардохт карда тавонад, онҳоро ба ҳамин шарт бо додани тавре онҳо санаданд бо номи парол ба озодӣ озод мекарданд аз боздоштгоҳ. аммо шарту шароити боздоштгоҳи Луизиана хос будааст. тавре муҳоҷирон нақл карданд. яъне фарқаш дар чӣ? дар ин ҷо маъмурияти ҳамин боздоштгоҳ ва ё намедонам ё хости ҳокимияти айолати Луизиана ҳамин аст ё худи боздоштгоҳ. аммо инҷа ба муҳоҷирон гуфта истоданд ки дар дуруни боздоштгоҳ нишаста санаи мурофиаи додгоҳиашонро таъин мекунанд ва дар ҳамин аз боздоштгоҳ онҳо дар назди додгоҳ ҳозир шуда ба паноҳандагӣ ниёз доштани худро исбот кунанд. чунки Абдулло, дар амрико ҳар як айолот қонунҳо ва тартиботи худро дорад. шояд тартиботи Луизиана чунин аст ки вақте ки шумо яъне нақси қонун мекунед ва гӯем ки сарҳадшиканӣ мекунед ва дар он ҷо дархости паноҳандагӣ мекунед, пас бояд мурофиаи судиро дар боздоштгоҳ интизор шавед. чунки қаблан пеш аз давраи гӯем ки пандемия дар аксари айолот чунин таҷриба истифода мешуд. аксаран одамон дар боздоштгоҳ интизор мешуданд мурофиаҳои худро. аммо дар вақти пандемия ва баъд аз он як муддат тартибот тағйир ёфт ва шояд Луизиана инро то ҳол нигоҳ доштааст. خب احتمال چنین باشد فیروز، شما البته شاید بیشتر میدونید، اما در همین راستا من در بعضی از صحیفه‌های مطبوعات آمریکا هم خواندم که عین زمان شما هم آگاه هستید که موضوع مهاجرت یک بحث داغ است میان جمهوری خواهان و دموکرات ها و وکیلان کنگرسی که جمهوری خواه هستند از جمله همین گونه شرط را گذاشته ایستادند. باز هم که یک پیش شرط آنها این بوده است که یعنی اونهایی که درخواست پناهندگی میخواهند کنند از امریکا در داخل بازداشتگاه ایستند و در همان جا در نزد دادگاه با پناهندگی نیاز داشتن خود را به اثبات رسانند. ولی مهاجران میگویند که این کار از داخل دشوار است، چون که اونها با مثلا ادوکات یا که پرالیگل یا که دیگر حامیان حقوق دسترسی ندارند. لیکن باز یک چیز دیگر رو هم ذکر کردن که به فرق از آزادی گویید، به فرق از آزادی در داخل زندان همان سنه دادگاه زود تعیین میشده. مثلا اگر در بیرون مثلا مهاجران طور من شنیدم 7 ماه 8 ماه 1 سال چند سال حتی منتظری مرافعه دادگاهی خود میماندند، اما در داخل دادگاه زندان بازداشتگاه همین پروسس، همین جریان خیلی تیزتر صورت میگرفته است. یعنی همین دادگاه ها زودتر تعیین میشده است و کسی که اگر زبان رو خوب بلد باشد و برای خود پرونده درست کرده تواند، همون طور کیس میگوین اونها، اگر تواند شاید این شانس خوبتر است، چون که وقتی که آنها به اثبات رسانند در نزد دادگاه یک بار از بازداشتگاه با تمام سند و حجت‌ها و بیرون به آزادی میبرند و البته میتوانند راحت‌تر کار و زندگی خود را در اینجا شروع کنند، و فرق از آنهایی که البته زودتر رها میشوند و بعد سالها باز منتظر مرافعه و دعواهای دیگری حجتی میمونند.
عبدالله، آن بازداشت شده هایی که با شما در تماس شدن نگفتند که سازمان های جمعیتی حامی حقوق انسان که عادتا با پناهجوها و با نفران بازداشت شده کار میکنند با آنها در تماس شدند یا نه، بخصوص وقتی که آنها اعلان کردند که 10 روز گرسنه نشینی کردند؟ متاسفانه طور آنها گفتن تماس آنها با بیرون از بازداشتگاه خیلی محدود است. چون که طور گفتن آنها به همون رقم های میتوانند زنگ زنند که در یاد دارند. مثلا همون چند رقمی که تلفنی که در یاد دارند همون میتوانند زنگ زنند، یا که مثلا از یگان شناسشون یگان رقم تلفن رو میگیرند و به همون در تماس میشوند. متاسفانه خیلی دایره زنگ آنها محدود است و گزارش شما در وقتی که در رادیو آزادی نشر شد و همچنین توسط شبکه های اجتماعی تقسیم شد، بسیاری ها شهر نوشتند و گفتند که بخصوص آنهایی که ضد سیاست امریکا هستند و خب اندیشه های گویم که ضد امریکایی دارند، اونا گفتند که خب انا ببینید در دولت دموکراتی وضعیت چگونه است و در آنجا هم مثلا مثل روسیه مهاجران مثلا عذاب میدادند و خب در زندان حقوقهایشان نقض میشده است. شما همین گناه شهرها رو خوندید و خب نظر شما چی است؟ البته همش رو ندیدم اما بعضیش رو دیدم. پیش از آنی که ما اصرار ورزیم که حقوق مهاجران پایمال شد، ما باید اول باید اثبات کنیم حقوق ویران شدنش یعنی چی. یعنی اگر مثلا قانون همینو همون موقع قانون مثلا به آنها یگان چیز رو ندادن، ما هنوز نمیدونیم که قاعده های داخلی این زندان چگونه است، قانونی مثلا ایالت لوئیزیانا چی میگوید. مهاجرای یعنی بلند و کوب کردند در زندان. نه 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 نه، اصلا این چیز نشنیدم من و هیچ کس هم ندید. هیچ کس رو لطفی نکرده اصلا. خوراک هم میدهند، یعنی ما نمیتوانیم گوییم که مثلا حقوق اونا ویران شده است. این حقوقشان ویران شده است. البته در این چیز امریکا ادعاهای به اساس است. اونایی که شهر نوشتن البته اونها مثلا اعتراض روی مهاجران اونها داوطلبانه از خوراک دست کشیدن. ماموریت زندان میتی از خوراک با اونها. در امریکا برای در زندان ها برای نگهداری یک نفر $125 و برای خانواده ها $231 صرف می شود و این البته در بر می گیرد همچنین خدمت رسانی، یعنی که همون نگهداری آنها رو هم. و اونا گفتن که فقط لوبی، یعنی لوبیای جوشانیده شده یا آب برنج میدهند. خب در شرایط امریکا همین $125 و $231 برای خانواده و 125 برای یک نفر، این مبلغ خیلی کم است و شاید با صرف اون همون نگهداری بازداشت برای همه یک خوراک ناچیز میرسد. خب عبدالله، بسیاری ها مقایسه میکنند که وقتی که همون گزارش نشر شد، بسیاری ها همین حالت را با وضع در روسیه مقایسه کردند. خب شما در امریکا زندگی میکنید، به فکر شما تلاشی همین مهاجرا برای به امریکا وارد شدن جا دارد؟ یعنی به فرق از آن مهاجرانی که در روسیه هستند، شخص اگر وارد امریکا شود، مهاجرا هرچند گویم که انتظار دادگاه می شود تا اینکه درخواست پناهندگیش قبول شود یا نه، اما ارزشی که یعنی کیروی در همینجا مهاجر بودن دارد همین مهنت ها؟ البته این سوال کمی سخت است برای من پاسخ دادن، چون که این سوال رو باید هر یک شخص پیش از آنی که به سفر میبراید به خودش باید دهد که او چی هنر دارد. آیا زبان رو میداند یا نه، امریکا رفته چی کار کردنی هست، به چی مقصد رسیدنی است. متاسفانه از اونی که من صحبت کردم با بعضی همصحبتان ما، اونا اصلا تصورات ندارم. برای سوال شما جواب دیم که کیروی آمدن دارد. برای شخصی با هنر، زباندان، شخصی که اراده قوی دارد و هنر خوب دارد، مهنت دوست است، بله امریکا خیلی مهنت ها فراهم میکند. ولی همین چند اما دارد ده. یعنی زبان رو میدونی یا نه، هنر یعنی یگان هنرهای زمانوی، کسبهای زمانوی بزرگی داری یا نه، اراده قوی داری یا نه. این سوال ها است که شخص باید از خودش پیش از همه پرسد پیش از آمدن.
عبدالله، البته سالهای آخر تعداد پناهجوها از تاجیکستان در امریکا خیلی می افزاید و طور شما هم در گزارشتان گفتید اکثر آنها شهروندی روسیه را دارند و بخصوص در نیویورک اجازه داده می شود که اگر شخص شهروندی یک چند کشور را دارد می تواند از یکی همون کشورها پناهندگی درخواست کند. و خب طبیعی است که در دادگاه میپرسند که برای چی بعد به دولت دیگر نمیروی، و اگر در دولت اول تو مثلا در خطر هستی پس چرا به دولت دیگر نمیتوانی رفتن. این سوال ها هم جا دارد، اما در نیویورک اجازه داده می شود که اگر شما دو شهروندی دارید میتوانید از جانب یکی از همون دولت هایی که شهروندیش در دستتان است و پناهندگی درخواست کنید. خب، و طوری که من با مثلا با مهاجرا صحبت میکنم اکثر آنها با هوای کار کردن به امریکا وارد میشوند و از بس که توسط مکزیک، سرحدی مکزیک وارد شدن، این خود با هدف گومانیتری، یعنی با هدف بشردوستانه اونا رو اجازت میدهند که وارد شوند. اونا به غیر از به پناهندگی سپردن دیگر راه ندارند. خب، به فکر شما همین حالت چگونه زندگی مهاجرای دشوار میکند وقتی که اونا هدفشان کار است اما به پناهندگی درخواست میکنند؟ یک حالتی هست که نمیشود گفت که اون شاید به پناهندگی نیاز ندارد، شاید در بین اونا پناهنده های واقعی هم هستند، اما هست نفرانی که اونا هیچی رو نمیدونند، برای اونا مهم کار است. خب، در این باره چی فکر دارید؟ اونهایی که من هم صحبت شدم با بعضی دیگرها، آنها چندان تصور نمیکنند که پناهندگی خواستن یعنی چی، یعنی این چی معنا دارد و برای کی است. اینو بسیاری به درکی نمیروند، پورا به درکی نمیروند. اینو برای فکر میکنند که یک راهی قانونی کردن بود و باش خود بی آنها در امریکا است. یعنی به فکر به شما فکر من یعنی تصورات بسیاری از آنها، البته من نمیتونم بگم همه، اما بسیاری نمیفهمند که مقام پناهندگی چی است، چرا دولت ها مقام پناهندگی میدن با آدم ها، برای چی این استاتوس، همین مقام برای چی اختراع شده است. شاید بسیاری به درک آن نمیروند. به فکر شما همین گویم که البته نه تنها گویم که شهروندای ما از دولت‌های گوناگون کوشش میکنند که همین مقام پناهندگی را بگیرند، بخصوص از دولت‌های امریکای لاتینی و مثلا دولت‌های السلوادور و اکوادور و اینا سالهای طولانی هست که تلاشی در امریکا مثلا مقیم شدن دارند. و به فکر شما وقتی که ما درباره پناهندگی گپ میزنیم و شما حالا گفتید که بسیاری ها نمیفهمند که همین گویم که خودی پناهندگی چی است و برای چی اختراع شده است. و فکر شما وقتی که همین گونه پناهنده های گویم که ساخته درخواست پناهندگی میکنند، همین جای پناهنده های واقعی اونا نمیگیرند؟ شاید نفرانی هستند که اونا واقعا هم نیاز دارند به حمایه و به مثلا پناهجو بودن. موافقم. احتمال، البته اینجا طور شما هم میدونید فیروز، دادگاه تصمیم میگیرد، در نهایت دادگاه تصمیم میگیرد که با کی مکان پناهندگی دهد با کی نه. یعنی به هر حال هر کس شانسی، امکانیتی در نزد دادگاه برآمد کرده اثبات کردنی وضعیت خود را دارد. فکر میکنم اگر تلاش کند، شخصی که واقعا نیاز دارد به همین پناهندگی، فکر میکنم شانس دارد. لیکن شما درست فرمودید که شاید یک بار وارد شدن انبوه مهاجران و امریکا و آن هم در آستانه انتخابات که این موضوع رو باز هم پیچیده‌تر و آلوده به سیاست میکند، البته دشوارتر میشود، چون که طور میبینیم اینجا دعوت ها برای سخت‌تر کردن این جریان تقدیم مقام پناهندگی در امریکا زیادتر، هر روز زیادتر و زیادتر میشود. احتمال برای آنهایی که واقعا نیاز دارند کار یک کمی سخت‌تر شود. خب عبدالله، تشکر زیاد و ما امید میکنیم که هر یک نفری که به امید
به یک دولت می آید و درخواستی گویم که خواهش دارد که در آنجا مهاجرت کند و اقامت کند، خداوند به آنها کمک کند، چون که میگویند که تا یک چیز وادار نسازد شخص خانه خودش را ترک نمی کند و بگذار زندگی آنها آسان باشد. و ما توصیه می دهیم که از سازمان هایی که حقوق مهاجران و پناهنده ها را دفاع می کنند به آنها مراجعت کنند و توانند که مشکل خود را حل کنند. تشکر زیاد عبدالله برای این صحبت و امیدوارم که در آینده باز امکانی صحبت پیدا خواهیم کرد. تشکر فیروز برای دعوت و برای آراستن این صحبت. تشکر.